سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 13 اپریل من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که با یک سفر رسمی در کره جنوبی است و 12 اپریل در همایش هفتم جهانی در مسئله آب اشتراک کرد، از جامعه جهانی خواست که باز یک 10 ساله دیگری بین المللی آب اعلان شود. با گفته پرزیدنت تاجیکستان، بحران مالی و اقتصادی، کمبزاعتی، افزایش اهالی و آفت‌های طبیعی برای پرره اجرا شدن هدف‌های 10 ساله اول آب خلل رساندند. 10 ساله اول آب سال 2005 از سوی سازمان ملل شروع شده بود، ولی در خود تاجیکستان هنوز هم تنها 57% اهالی به آب آشامیدنی دسترسی دارند و خلاص. ضمناً در جریان سفر 5 روزه‌اش به سئول، هیئت حکومت تاجیکستان به رهبری امامعلی رحمان با مقامات بلندپایه کره جنوبی دیدار و گفتگو و 5 سند همکاری امضا کرده است. امروز در چهارچوب همین سفر در سئول سفارتخانه تاجیکستان افتتاح شد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در یک ملاقات بی‌سابقه‌اش با دانشجویان دانشگاه دولتی کلوب نگرانی حکومت تاجیکستان را از جلب جوانان به عقیده و سازمان‌های تندگرا و شرکت آنها در جنگ‌های سوریه و عراق بیان کرد. سیمومین یتیموف در یک صحبت بدون ثبت و ویدیو گفت در این جنگ‌ها حتی فرزندان و نزدیکان بعضی منصبداران تاجیک هم اشتراک می‌کنند. نگرانی مقامات از میل جوانان به افراط‌گرایی از آنجا منشأ می‌گیرد که با گفته یتیموف تنها از منطقه کلوب در جنگ‌های سوریه 33 تن کشته شده، در حال حاضر 10 نفر با زن و فرزندانشان در میدان جنگ قرار دارند. تابستان سال گذشته هم در یک ملاقاتش با کورپوس‌های دیپلماتی خارجی مستقر در دوشنبه، سیمومین یتیموف از بازی‌های بزرگ ژئوپلیتیکی ایدئولوژی هشدار داد و بعضی کشورهای خارجی را در دخالت به امور تاجیکستان ایبدار کرد. وزیر امور داخله رمضان رحیمزاده گفت تاجیکستان برای مقابله با همه گونه تهدیدهای گروه‌های افراطی آماده است. اظهارات وزیر روز 11 اپریل در پی یک تمرین تاکتیکی گروه‌های تعیینات مخصوص قشون‌های وزارت امور داخلی در یک قسم نظامی نیروهای کارهای داخلی صدا داد. این تمرین از نمایش سناریوی احتمالی یک آشوب در شرایط تاجیکستان عبارت بود. رمضان رحیمزاده گفت چون این تمرین‌ها برای مبارزه با گروه‌های متشکل نقش مهم دارند. نه اینکه تاجیکستان تمام دنیا را فرا گرفته است، باید همه تیار باشد، همه آماده باشد. برای ما مشق تاکتیکی دیدیم، تیاری ما دیدیم که ما پیشگیری کرده توانیم. تشکر زیاد. 2 دسنتچی تاجیک جهانگیر گنجالف و نوروز مالایف از تمرین‌های نظامی در سردی‌های 67 درجه قطب شمال با موفقیت برگشتند. این 2 عضو بریگاد دسنتی قشون‌های زودعمل وزارت دفاع تاجیکستان در قطار 10 نظامیان روسیه و بلاروس در چهارچوب برنامه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی بالای یک یخپاره بزرگ در ارکتیکا مشق کردند. اولین شده در قطب شمال بیرق تاجیکستان. روسیه به خاطر ذخیره‌های بوی نفتش ارکتیکا را در مرکز توجه منفعت‌های نظامی خود قرار داده است. در ولایت ختلان اخیراً طراحان محلی با تشبث کمیته کار با زنان حکومت نمایش نمونه‌های لباس‌های ملی را برپا کردند. محصول هنری طراحان در آزمون به نمایش درآمد و چون مشورت به خانم‌های تاجیک در انتخاب لباسی ملی پیشنهاد شد. این معرکه قبل از همه برای کمک به زنان در انتخاب لباس ملی و جلوگیری از پوشیدن لباس بیگانه و یا سراپا سیاه برپا شده است. اخیراً مقامات بلندپایه تاجیک از افزایش توجه خانم‌ها به لباس‌های به قول آنها بیگانه نگرانی کرده به رعایت فرهنگ ملی انتخاب سر و لباس دعوت می‌کنند. برای تماشای نمونه‌های لباس‌های طراحان ختلانی و هم دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر سر بزنید به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه.